پشت صحنه کدوم سریال بیشتر از هر کاری خندیدی؟ سریال در حاشیه آقای مدیر. خیلی پشت صحنه‌های تو جواد خیلی بامزه بود. اصلا ببین یه سیامک انصاری یه نامردی میکرد. ببین سیامک خندش میگرفت، یه فنی داره برای نخندیدن، سری پاس میده به اونوری، یعنی یه چیزی میگه به نفر بغلی. ناخودآگاه تو اون سریال من شدم مترجم جواد رضویان. یعنی اون برای اینکه میخواست فرار کنه خنده، مثلا جواد میگفت که شطور شد، بعد سیام میگفت چی میگه آقا؟ ببین این که میگفت چی میگه خندهشو رد میکرد. و چی میگه؟ میگفتم ای نامرد، میگه چطور شد؟ میگه شطور شد. میگه چطور شد؟ میگه هشتیم های. همینو میخواستم بگم، یکی از بیشترین جایی که خندیده سر هشتیهم های. میگفت این جاسمه، رفتم پیش این جاسمه جاساس رفتم پیش این جاسمه یه دونه این کابلا اشتیهم های هم های. رفتم پیش این جاسمه یه دونه این کابلا اشتیهم های بریم. رفتم پیش این جاسمه یه دونه این کابلا اشتیهم های چطور میگه هی های چیه؟ من تبریرتون رو ندیدم. خب چی؟ تبریر رو ندیده؟ هی های